هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام‌های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما، نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است تقدیم شما. در برنامه قبلی با دکتر علم‌های فلسفه پروفسور عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، مدیر دفتر آنتروپولوژی نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان استاد محمد علی مظفری یک صحبت داشتیم در اطراف تصنیفات سیستموی دانش و علم و همین موضوع رو دنبال میکنیم سر موضوع جایگاه علم در نظام زندگی امروز. و شما هم خوب میدونید که علم چی جایگاهی دارد. همه اون تحولات و تغییراتی که در کل جهان شده است و در کل سیاره انسانی شده است به برکت خدمت‌های علم و عالم است. در مدت همین 200-300 سال اخیر تمام تغییرات داشتن، تمام تحولات و تغییراتی که از اینجا از زمین تا کیهان شده است، همش محصول دانش‌های علمی هستند، محصول علم هستند. و موضوع خودمان ما به همین موضوع ربط دادیم و بحث‌های زیادی هست که دانش میگویند، علم میگویند. از همین تناسب دانش و علم شروع کنیم، بعد دوامش می‌بینیم که چی میشه. مرحمت استاد. تشکر. در خاطر داشته باشید در واقع اول ما درباره خودی همین یک تصنیفاتی گفته بودیم، تصنیفات علم ها. اکنون یک چیز باید قید کرد که همین تصنیفات علم خود هدف نیست. خود هدف یا که تصنیفات برای تصنیفات نیست. البته ما در جامعه زندگی میکنیم. در جامعه امروزه همه چیزی که ما کوشش میکنیم و میکنیم در اساس علم میشود. در اساس علم. اصلا ما بسیار وقت میگیم علم و دانش یا که دانش و علم سینونیم شده. سینونیم و جفتی استعمال استفاده کنیم. اکنون اینا از یک جهت سینونیم هستند و از یک جهت اینا سینونیم نیستند. برای چی؟ برای که اکنون کلمه علم کلمه عربی است میدونن. تماشاگران محترم میدونن کلمه علم کلمه عربی است. کلمه دانش خاصا کلمه فارسی است. اگر همین خیلی در کتاب‌های مثلا تاریخ فلسفه و در کتاب‌های بخشیده به علم شناسی همین ها متفکران همین در شکلی همچون مقوله یک خطی روشنی سرحد نگذاشتن. همینه که میگن که اینش من دانش، اینش علم. همون دانش هم مثلا اگر شما باید بیاری دانشنامه سینه ما دانشنامه را مثلا اگر که همین دانشنامه را اگر که ما بگیریم مثلا ترجمهش کنیم همون علم شناسی میشد. علم شناسی و اکنون استفاده بردن همین که در تاریخ فرهنگ ما همین وقتی که ما مثلا میگیم که علم در نظر داریم همه چیز دانش، یعنی فهمیشه که معیار با معیار علمی هم جوابگوی نباشد. اگر جوابگوی نباشد ما همین علم میگیم. احوازی مثلا اینو جدا میکنن. مثلا در زبان‌های دیگر خیلی مثلا در زبان روسی میگن که знание نаука تفاوت دارد. در زبان انگلیسی میگن knowledge sciences. اینا تفاوت دارن دیگر. اینا را مثلا آمیخته کردن ممکن نیست برای که تابش معنایی به خود خاص دارن اینها. یا از جهت اصطلاحی فرق میکنن. از جهت لغوی که با یکدیگر طبعا مرادفن، لیکن از جهت اصطلاحی بحث ما هم که اصطلاحی است. بله. اینها در وقت آموزشی که مثلا یک ابجکت پردمت حادثه را که ما آموزیم همین تابش معنایی اینو آشکار میشد که ما چه خیلی معلومات داریم درباره آموزش اشیا حادثات چی داریم. برای همین اینه حتما جدا کردن در کار. یعنی دانش سیستماویت طلب ندارد. مجموع تصورات ابتدایی هست که مثلا ما درباره اگر کسی که نخونده باشد درباره علم تصور نداشته باشد نه که همون دانشش که در زندگی فهمیده است از خود کرده است و دانش است. ممکن که در اساس همون دانش جهان بینیش تشکل یافته باشد. مثلا بعضی چیزی که مثلا کتاب‌های دینی خوانده باشد چی خوانده باشد یک تشکل یک دانش هست. در مجموع اگر گرچنده که دانش علمی هم نداشته باشد که یک جهان بینی در وی هست. تصورات‌های ابتدایی درباره خودش جهان هستی و اینا دارد همین. این شخصانی هستند که در همون دایره دانش قناعتمند میشن در همون رو میگن که همین دانش من دانشی وی هست. بسیار آدمایی هستن که میگن که دانشی که من دارم چی فرق دارد از دانش علمی و هم دانش علمی نه. این فرق دارد. یکم که با معیارهای علمیتی که در تجربه با وجود آمده باشد این جوابگو نیست دانش.
با تکرارپذیری نتیجه دانش با مانند تکرارپذیری نتیجه علم نیست. به طریق مرتب سیستم وشیدگی نیست. انا با معیارهای منطقی و جوابگو نیست. اینا که جوابگو که نیست، البته این تفاوت داره دانش از دانش علمی. ما میتونیم بگوییم که دانش و دانش علمی، همون دانش علمی مرادف اساسی علم است. وقتی که گفتیم که این دانش علمی است، یعنی ما در نظر داریم که این دانشی که این انسان دارد با معیارهای معین اثبات شونده است. این در تجربه وجود آمده است. این نتیجهش تکرار پذیر است. انجا تفاوت دارد. ما باید که حتما این رو کنیم، جدا سازی ببینیم. انا اکنون همین تفاوت همین چون گفتم در دیگر زبان ها هست و پیشروی ما همین کوشش همین ما برای چی است؟ با در واخری پیشینه ما گفتیم که این خود هدف نیست و در مسئله تشکل دادن شعور جامعه است. شعور جامعه ما باید که موافق به همین حیات دنیویت امروزه باشد. ما باید که جهان رو با چشم فقط یک دانش مقرری نه، جهان رو ما با چشم دانش علمی نگریم. یعنی امروزه همقدم زمان بودن در کار، همقدم زمان بودن در کار به علم امروزه نمیشد. در خاطر داشته باشد پیشوای ملت همه وقت درباره همین دانش اینقدر همین شرایط مهیا کرده است، همه وقت در واخری درباره دانش درباره علم میگوید مقصد از چی بارد. ما باید همقدم زمان باشیم. ما فقط علم را از آینه نیلگون وای نکنیم که تا کم درجه ما رفتیم. علم ها همین علم های تکنیکی، علم های طبیعت شناسی که ما میگوییم، علم های تکنیکی، علم های جامعه شناسی، علم هایی که مثلا علم هایی که با خواجگی قشلاق وابسته هستند، اینها رو ما باید که در صف پیش همین علم ها قرار داشته باشیم. به اسد کردن همین دانش های علمی جامعه رو ما پیش برده نمیتونیم. وقتی که ما اینها رو اسد کردیم، خود به خود در زیر تاثیر اینها شعور جامعه ما تغییر می‌یابد. شعور جامعه شکل میگیرد. این شکل در شکل دانش باقی نمیماند، چون که بسیار حاضر هست. مثلا ما بسیار وقت از دانش اساطیری بیرون نمیبراییم. همه تصورمون دانش اساطیری یا که در دایره دانش دینی فهمیدیم دیگر یگان دانشی که به ما لازم نیست. ما در دایره دانش محدود میشویم. اگر به علم ما رو نبیاریم، نفهمیم که این دانشش همین دانش علمی این چه خصوصیت دارد، چی معیار دارد، اون فهمیش ما در دایره دانش باقی میماند. برای همین بسیار مهم است. یعنی تفاوت گذاشتن بین دانش مقرری که مثلا ما با دانش مقرری ما مثلا درباره ستاره ها گپ میزنیم، ستاره شناسی مثلا ستاره شناسی می شود که هم علمی باشد در شکل استرونومیا، هم استرولوژی باشد در دایره دانش مقرری که مثلا مردم دارن درباره وی. یعنی اساطیر تصور اساطیری آغاز می شود. آن تصور اساطیری که آغاز شد اگه در شکل شعور جامعه که این یک شکل معین که گرفت به این قطعی نمی شود. اون با استریوتیپ تبدیل می همون شکل های شعور جمعیتی که ما نوبر کردیم در گزارش اول، همین شکل های شعور جمعیتی ما کوشش داریم که این شکل های شعور جمعیتی تابش علمی گیرند. وقتی که تابش علمی گیرند ما ارزش‌گذاری بسیار درست هم به شعور جامعه میتیم، به شعور مثلا سیاسی جامعه میتیم. سال گذشته سال معرفت حقوقی بود. معرفت حقوقی البته به یک تصوری دانشی وی نمیشد، یعنی به شکل علمی فهمیدن همین شکل شعور. اگر این در دایره فهمیش مقرری باشد، فهمیش ما میدونیم که ما کانستیتوسیون ماهیت قانون برای چی خیلی است، برای چی ما به همین زمانه مطابق باشد این نمیفهمیم برای اون که دانش ما در شکل دانش مقرری هر روزه است. این البته فهم این باید که در مکتب بچه بداند، حتما بداند که دانش ما باید که در دایره دانش علمی باشد، با معیارهای معین جوابگو باشد، در شکل عمومی که در شکل ویت هست نباشد. مثلا اخلاق ما داریم،
انسان به اخلاق شده نمیتوند. اینه که ما بفهمیم که این چی لازم است، همین اخلاق از کجا سرچشمه میگیرد، در فرهنگ ما همین اخلاق چی موقعی داشته است، یا که دانش دینی ما برای که از کجا سرچشمه میگیرد همین دانش دینی، در کدوم دایره محدود میشود، از این بیرون نمیبرد. چگونه سوالا پاسخ میدهد جواب میدهد. یا که مثلا زیبایی شناسی را ما زیبایی شناسی را مثلا میگیم زیبایی شناسی علم است، این علم است و این در شکل فهمیش عمومی که ها انا این شکل زیبا است، این شکل بیرون از زیبایی است. اگر ما در همین متمرکز شیم همه قدر دانیم، دانش زیبایی شناسی ما دانش علمی نمیشد، دانش مقرری میشد، یعنی دانش میشود دانش علمی نمیشد. انا برای چی تفاوت بین دانش علم حتما بودنش در کار، حتما بودنش. هر یک کس حس کند که همین فهمیشه که وی دارد تا کدام درجه در قالب دانش علمی می‌گنجد. اگر معیارهای اینها را ندانید دعوا کردن ممکن که همون دانشی که شما هم دارید ما هم وی میفهمیم، حالا که وی دانشی با معیارهای علم جوابگو نیست. این حتما باید که ما بدونیم. انا که شما پرسیدید بسیار با مورد پرسیدید که دانشی همین تفاوتش در چی هست، این حتما ما باید سر شده از مثلا مشخص اگر کرده گوییم ما میگیم که دانش پیش از همه چی است؟ دانش پیش از همه تصور هست، تصور انسان درباره اشیا و حادثه و عالم اطراف. انا همین دانش است. اگر ما اینجا معیارهای علمی نگفتیم، تصور انسان اگر تعریف اگر به شکل مشخص گیریم، تصور انسان درباره محیط اطراف، حیات، جامعه، انسان، کیهان، تصور پیش از همه انمی دانش است. مجموعی تصورات ابتدایی انسان بله در رابطه با محیط اطرافش، بله. در رابطه با جامعه و انسان کیهان دانش است. بله از کجا سرچشمه میگیرد؟ همین از کجا سرچشمه میگیرد؟ یکی که از درک عالم بیرونی سرچشمه میگیرد. در هوش ما یک شکلی معین، رسمیتی معین، یک ترتیب نظامی میشه در هوش ما. از هوش به تصور داده میشود. در تصور که داده که شد، تصور با مشخصتر وسیعتر است نسبت به هوش، برای که هوش حیوان هم دارد که آخر در همین درجه هوش تفاوت ما بین حیوان و انسان تفاوت میشه. خیر فهم و جان که در گاو و خر است. بله آدمی رو عقل جان دیگر است. در تصور که شد این زینه بالا میشد. بعد در این درجه که اومد ما قابلیت مقایسه کردن همین دانش خود داریم، یعنی در دایره خیال میسنجیم و تکیه به چی میکنیم؟ تکیه به خاطره میکنیم. خاطره ما میگوید که همین فهمیشه که بود، همین بهاگذاری و ارزشگذاری که بود یک وقت دیگر شما کرده بودید. خاطره اون از نو به خاطر میآورد، از نو به خاطر میآورد، کارکرد میبیاد. وقتی که کارکرد شد همین معلومات تصور با خود میگیرد. انا با خودش که گرفت اینا در چیزی که میگن در عقل میتیاد، اینتלקت. کلمه عقل کلمه عربی است، متاسفانه کمتر محدودتر است. به درجه مثلا همچین مرادفی خیرت ما اینو با کار برده نمیتونیم. چرا؟ با کار برده نمیتونیم. چرا استاد؟ برای که مثلا خیرت از لحاظ معنایی و مفهومی و این وسیع است. این وسیع است. اگر از دیگر مثلا تحقیقاتی نوگیری دیگر جوابگوی خیرت، جوابگوی اخبار کیهانی است پره. این حوزه در همین کیهان اخبارات بی‌نهایت زیاد است که از دایره عقل محدود است. یک چیز ارزش‌گذاری می‌کند مشخص من همین، لیکن خیرت یک چیز است که خیرت به مانند عقل در ما همچین متمرکز نیست. ما در خیرت مخلوطیم. ما در اخباری که در کیهان است، این کیهان پر از اخبار است. وی مرادف خیرت است. عقل یک چیز ارزش‌گذاری مشخص می‌کند. مشخص ارزش‌گذاری که شد یک کلمه لاتینی است، اینتלקت، بسیار کلمه درست که تا حتی ابن سینا همین اینتלקی میگوید که از اینتלקی از ارسطو گرفته شدگی است. این بسیار یک قوه، این چی است؟ در انسان یک قوه ارزش‌گذاری هست، یک قابلیت ارزش‌گذاری است به محیط اطراف. وقتی که ما میتیم خودی همین عقل، بس کلمه‌ای که مردم میفهمد، تماشابینان میفهمند عقل میگیم، همین ارزش‌گذاری میکنیم
بها میتیم قبول میکنیم یا که رد میکنیم. همین در دوره همون اینتלקت عقل. همون اینتלקت خیرت گفته میتونه؟ نه این محدود است. اون قابلیت را دارد که قابلیت شناخت و تشخیص اینا دارد. همین ها همه اینهایی که من نمبر کردم در زیر شعاع خیرتن. اینها خیرت از اینها بالا هست. ما خیرت نمیتونیم که در یک جسمی ما خودم در دایره عقل یک دانش متمرکز کنیم. این یک خیرت به مانند آفتاب است که ما را شعله‌ور کرده است، روشن نموده است. عقل ما همه وقت تکیه به یک مشخص، به یک چیز مشخصی دارد. ارزش‌گذاری ما هم در دوره یک چیز مشخص می شود. خیرت در این مقام استفاده برده نمی شود. گرچه متاسفانه در ما مثلا مفهوم ها رو بسیار مخلوط کردن. شعور میگوین و خیرت میگوین و عقل میگوین و همین عقل، کلمه مفهوم عقل به جای خیرت هم استفاده میبرد. نادرست است. یا که یک چیز دیگر، تفکر زینه بعدینه هست که تصور قبول اشیای بیرونه در تفکر در شکل فکر میشه. تفکر فکر این روند است. هر یک لحظه دیگر میشد. فکری نو به میان میبید. فکری نو که آمد فکری کهنه از بین میرود. برای همین با تفکر ما به همچین یک روند مینگریم. روند پسیخولوژی هست که این ما مثلا در شکل خیرت به خود داده نمیتونیم. گوییم که تفکر انسانی روند است. روندی فهمیشه که از تصور خیرت، روندی فهمیشه که بر مبنای مفهوم محاکمه و خلاصه برآوری در شکل جمله فهما ما بیانش میسازیم. همون قدر مقام دارد. این مقام خیرت رو ندارد. خیرت در معنای بزرگ فردوسی فهمیدن در کار. ستایش خیرت از طرف فردوسی هم همین هست. عقل گفتن این نگفت است که یا که هوش نمیگد که خیل و مقام زیاد دارد. این معقوله است. این کلمه نیست. این معقوله است. این تا کانسپسی است که ما اینو باید که خیرت گر سخن برگزیند همه همان برگزیند که بیند همه. بله این بسیار یک قابلیتی هست که محیطش محیط کیهانی است. این باید ما با عقل و با تصوری خودمون و با تفکر اون یعنی مفهومی ابسترکت یا که مجرد بخشیده میتونیم که مثلا یک مفهومی ابسترکت بگیم یا که مجرد بگیم در برابر اون مفهومی کانکریتی که از عقل یا دوام بله با عبارت دیگر گوییم اگر قوه خیرت نباشد قوه عقلم نیست، قوه تصورم نیست. فرض کردیم یعنی خیرت خمیره وجودی و انتولوژی است. انتولوژی بنیادی هست. فرض کردیم اگر همین چراغ حاضر نباشد، اگر خانه تاریک است، خیرت من همین رو اینجا میکند. نباشد اگر هیچ چیزی ما نمیبینیم، عقل ما هم کار نمیکند، اشیا رو ما درک کرده نمیتونیم، ارزش‌گذاری کرده نمیتونیم. خیرت مقامش همین است. با همین خیرت مثلا خیلی محدود کردن با تفکر، همچنین مرادف تفکر، مرادف عقل، مرادف هوش، مرادف درک، مرادف تصور، مرادف خیال گرفتن ممکن نیست. اینا باید مقامش فهمیدن در کار. برای همین اینها در مد اول فهمیده میشد که ما دقت نمیتیم. چی تفاوتش نه، خیرت گفتم، تفکر گفتم، اینها نه. اینا همش تابش معنوی به خود، تابش معنوی منطقی دارن که اینها را مکتب بچه باید که اینها را بداند، درست تدریس شود، درست شود. برای همین در نوشته های ما وقتی که ما بجای در وقت نوشتن ما بجای خیرت تفکر با کار میبریم، حس طاعت با کار میبریم، درک با کار میبریم، هوش میگوییم، نادرست است. نادرست، مضمونا نادرست میبیاید. برای همین همه بحث مناظره که ما میکنیم ایسو درست با کار نبردن مفهوم ها هست. مفهوم ها با خود وزن دارد، اتیمولوژی دارد، یک چیز یک پهلوش میآموزد. مفهومایی هستند که چیز همه تابش های مناوش در بر میگیرد. برای همین من بسیار میخواستم که مفهوم خیرت محدود نسازند. همون یک تعریفی چی هم هست که در تاریخ میتین شو که این ایکوس کافی از واقعیت، این ایکوس کافی یا که بازتابی کافی از واقعیت که با واسطه
تصورات و مفهوم ها و کاتگوری ها و تحلیل ها و خلاصه بری ها انجام می‌یابد، نه دانش میگن، دانش علمی میگن. بله این خیلی تعریف میکنن. بله اونجا مفهوم ها هست، تصورات هست، کاتگوری ها هست، مقوله ها هست، تحلیل ها هست، ارزیابی ها هست، اینا هستن. بله. یک مثال ما مثلا همه چیز میبینیم، درک میکنیم، با واسطه 5 عضو درک میکنیم. اینها با ما اخبارات میتین. اگر یک تاش از همین نتیجه درک یک تاش نرسد، ما درباره اشیا، درباره طبیعت اشیا معلومات پر نمیتونیم دادن. مثلا اگر که 5 درک داشته باشیم نشنویم، اگر ویا لذت اگر که مثلا نبینیم، اگر بویش اگر نفهمیم، نبینیم، اگر یک شکلی درک ناقص است، نیست. درباره اشیا و حادثه و ابیکت معلوماتی پر داده نمیتونیم. اکنون در اینجا یک شکلی درک است، حدسی، اینتویتیوی میگن. همین اینتویتیوی این در قالب عقلی نیست، در قالب فقط درک نیست، در قالب هوش نیست. در کجا است؟ در زیر نظارت خیرد است. از اخباری که میبید در ما، معنی انسان کشاده است، در عالم کشاده است. هر اخباری آمدنش ممکن. من تلفن ما یک لحظه میگیریم، از کجا خبر میبیاید. این در کیهان است، این موج در کیهان است. اون موج میسازد، این قبول میکند. این معنی سری ما هم همین موقعش رولش همین است، قبول میکند همینه. حالا که معنی سری ما میلیاردها مشکلتر و بزرگتر و قابلیتش بیشتر از همین تلفن است. وقتی که ما که درس حدسی میدونیم، سوال میبید از کجا شما فهمیدید که همین حادثه و همین واقعه یا با وجود میبید یا که هست؟ این درجه درک حدسی میگن. در حسی ششمش میگن. حسی ششم این نیست، برای که از 5 حس 5 گانه میشود. انا این در زیر روشنایی خیرت با وجود میبید. در روزی در آینه عقل این دیدن هیچ ممکن نیست، سنجیدن ممکن نیست، پرسیدن نیست، تفسیر ممکن نیست. ما هم میدونیم که مثلا شما من میپرسید میگید که چه فهمیدی؟ نمیدونم، یکی فهمیدم. انا فهمی اینتویتیوی هستم. تشکر زیاد استاد. و چون برنامه ما آفرینندگی است، آفرینندگی با علم و دانش توأم است، مخصوصا با دانش نظاممند، دانشی که بر مبنای تصورات ها، بر مبنای سنجش ها، بر مبنای تجربه ها، بر مبنای مشاهده ها و مقایسه ها روی کار میاد. این دانش علمی میگن. و او آفرینندگی انسان هم که در جهان شده است و اون ما حاصلش 100 سال 200 سال اخیر شد میبینیم، تا کیهان رفتن، تا مثلا کشتی های کیهانی، و تا مثلا همون تلفنی که آورده، تا ارتباط های تماس های امروزی که مثلا با کیهان از این طریق میگیریم. اینا همش محصول مغز انسان است، محصول دانش است و همون آفرینندگی انسان است. تشکر استاد که یک صحبت خوب انجام دادیم در اطراف مقام علم و جایگاه علم در نظام زندگی امروزه. و هر آنچه پیشروی که تکرار میکنیم باز که در دنیا و سیاره ما اتفاق افتاده است، به برکت و فیض علم و دانش است. رسیدیم به انجام برنامه. لحظه خوش روزگار بردوام، دایما ایامتان بادا بکام. روزگار خوش و بردوام و ایام بکام.